گره ها اتفاقات ریز و درشت زندگی خودمه. گره یک سوالیه که من باید برای اون دنبال یه جواب بگردم. خیلی نزدیکی به سالهای کودکی من که حالا تو جنگ بوده و یه بخشیش سیاه چادر عشایر گذشته. یه آنی از یک جریانیه که اتفاق میفته و حالا تو نمیدونی باید باهاش چی کار کنی. گره برای من کشف خودمه. احساس میکنم نقطه شروعه. همه چیز معنای آینی اسطوره‌ای داشت. یعنی اولین هدف من تو ایجاد همچین چیزی اینه که یک فرم جدید بسازم. انگار یه زخمی داشتم که این برای من باعث ترمیم میشد و یک جهان هولوگراف رو برای من میساخت که همه چیز در هم پیچیده است که نه ابتدا داره و نه انتها داره.